سلام این پارت دومه که ما رسیده بودیم و اینجا هم از منظره باغ اوناشه که اینجا میبینم تازه متوجه میشم که اون منظرش هم منظره بودی که من اصلا بهش توجه نکردم. اون پر درختای سبز و خوشگل. اگه که دقت کنید چون گوشی من هم نورش ضعیف بود، اینجا یک خونه ویلای خیلی خوشگله با امکاناتش هم خیلی عالی بود. میکنه وسیله آوردیم با مهرانا و نمانم و اینا، خیلی خوش گذشت به همون روز خوش هم میگذره. بعد از دریای نور هم براتون فیلم میگیرم که میخوایم بریم دریا. حتما پارت سوم هم میذارم. برای پارت بعدی لطفاً به 10K یا 20K لایک ها ما برسونین. خب اگه نرسونین خودتون میدونین باشه. خیلی دوستتون دارم، منتظر پارت 3 باشید. دوستتون دارم، امیدوارم به 10K لایک برسه که بتونم براتون بزنم ویدیوشو. قربونتون بشم و اینو